سلام دوستان، اومدیم با هم خورش شامی درست کنیم. مواد اولیه: گوشت چرخ کرده به اندازه 250 گرم، ادویه، نمک، فلفل و زردچوبه و پیازه. همونطور که گفتم گوشت چرخ کرده نیاز داریم، پیاز رنده شده و ادویه. در مرحله بعدی پیاز رنده شده‌مون و ادویه هامون رو به اندازه نصف قاشق غذاخوری با گوشتمون مخلوط می‌کنیم تا کاملا با هم دیگه ترکیب بشن. در مرحله بعدی گوشت چرخ کرده‌مون رو کاملا با دستمون به شکل دایره‌ای در میاریم و اون رو میذاریم توی مای تابه تا سرخ بشه. خب حالا شامی های ما کاملا سرخ شده، اونها رو با رب به هم میدیم تا کاملا رب رو به خودشون جذب کنه. خب در مرحله بعدی به اندازه 2 لیوان آب جوش داخلش میریزیم و درش رو میذاریم تا کاملا جا بیفته. خب حالا شامی ما آماده است.